سقطرا از عجیبترین و هیجان انگیزترین خشکی‌های روی کره زمینه که دقیقاً مثل یه داستان علمی تخیلیه. بهش الین آیلند یا جزیره بیگانگان هم میگن. 255 کیلومتر از غرب با سومالی فاصله داره و 340 کیلومتر از شمال با یمن، اما جزء یمنه. اینجا سقطراست، جایی که گیاهان و موجوداتش روی کره زمین منحصر به فردن. مشهورترین گیاه این جزیره درخت دراگونز بلود یا خون اژدهاست، با ظاهری عجیب و برعکس که شبیه یه بشقاب پرنده است که روی یه تنه درخته و صمغش قرمز مثل خون. و این درخت در تمام جهان فقط در سقطرا وجود داره. به علاوه 90% خزندگان و 95% حلزونهای زمینی این جزیره در هیچ نقطه دیگه‌ای از زمین نیست. این تنوع زیستی خارق‌العاده به خاطر اینه که 20 میلیون سال هیچ دسترسی به این جزیره نبوده و اکوسیستمی به وجود آورده که جای دیگه‌ای روی این کره وجود نداره. این جزیره 60,000 نفر جمعیت داره که کاملا سنتی زندگی میکنن و عمدتاً کشاورز، دامدار یا ماهیگیرن. به زبان محلیشون سقطری میگن که یه زبان باستانی بدون دستخط و دستنوشته که فقط سینه به سینه و با حرف زدن منتقل شده.